کارمندان میلیسا در شهر دوشنبه از یک گروه جوانان حدود 500,000 موادهای پیروتکنیکی یا خلاپوشکا دریافت کرده مصادره نمودند. ریاست وزارت کارهای داخلی در دوشنبه در این باره خبر داده گفته است گمانبر شونده نیکروز نظرов موادهای طرفگری را از ولایت سوغد به شهر دوشنبه آورده همراه دیگر همراهانش از فروش و پهنسازی آن فایده به دست می آورد. این مقدار مواد طرفگری از автомашین نامبرده مصادره شده است. این نهاد به غیر از نیکروز نظرов از گمانبران فروش و پهن خلاپوشکاها ظاهر موحیدینов، بهرالله ملیکов، بختیار میرزایف، عبدالله براتов، اردشیر مرادов نام برده است که همه آنها جوانان تا 30 ساله می باشند. نسبت این نفران بر اساس ماده 199 کودکس جنایی برای معاملات غیرقانونی موادهای طرفگری پرونده باز شده است. این ماده کودکس جنایی به اندازه از 100 تا 500 نشان دهنده برای حساب‌ها جریمه یا از 1 تا 2 سال زندان را پیش بینی می کند.